من یک پاسخی دارم، این زیاد اتفاق نمیفته، ولی یک پاسخی دارم برای اون سوالی که خانم زینب سلیمانی کتلت زاده کرده بودن. ایشون پرسیده بودن در فردای براندازی نظام به جز لخ شدن، رقصیدن و شرابخوری برنامه دیگری دارید؟ بله، ما 100% برنامه داریم و من الان برنامه خودم رو برای شما مو به مو توضیح میدم. بنده 100% چونلخ خواهم شد، یک دور میدون آزادی میزنم و چونلخت ادامه میدم به طرف مقعد امامتون و به محض اینکه به مقعد امامتون رسیدم یک پیتزای 6 نفری میخورم و بعد مست میکنم تا خرخره و تا صبح میرقصم و هر دفعه که توالت دارم میرم میشاشم و میرینم به اون مقعد امامتون. اون که تموم شد تازه کار ما شروع میشه. کار ما اینه که ما یک ایران آزاد میخوایم، از لحاظ سیاسی آزادی تفکر، آزادی سیاسی، آزادی جنبش های مختلف سیاسی، آزادی مذهب و جدایی مذهب، اون مذهب کیریتون با سیاست. ما به مذهبی ها کاری نداریم. فرق ما با شما اینه که تو اون ایرانی که ما میخوایم شماها کاری نداریم، پتو انقدر بندازین رو سرتون که خفه شین. ما هیچ کاری، ما پتوهاتون رو میذاریم، واسه پتو اضافه بهتون میدیم، هر چی پتوه بریزید رو سرتون. ماها میخوایم آزادانه برای خودمون هر کسی تصمیم بگیره. مذهب زوری نمیخوایم، بهشت زوری نمیخوایم، انسانهای خبره رو میخوایم که بیان تو مملکتمون کار بکنن. اون میشه ایرانی که ما میخوایم. از اون نظر آزادی سیاسی. شما مشکلتون اینه که انقدر اون مذهبتون تو فکر پایین‌تنه است از 1400 سال پیش، یعنی اون پایین‌تنه رو از مذهبتون بکشن بیرون، دو تا خطم ازش نمیمونه. یه مش سگ حشریه چون دریده تو صحرا نشستن با اون مذهب کیریتون، فقط فکر پایین‌تنه بودن، گفتن وای ما خیلی حشریم، چی کار کنیم؟ آقا این پتوها رو بنداز رو سر این زنا، خدایی نکرده ما این مچ پاشونو ببینیم شق میکنیم، باید یکی رو بکنیم. این کسخلای سگ حشری اون مذهب کیری شما رو نوشتن و شما دلتون میخواد پتو سرتون کنین. ولی ما فقط لختی نیست که احتیاج داریم، ما آزادی سیاسی میخوایم. کس مشنگ، توی خار کسه چون نشوره کتلت زاده انو که پشمالوی کسکپک زده، مجبور شدن تو رو صادر بکنن به لبنان که یه خری پیدا شه تو کسکپک زده پشمالو رو بگیره. تو ایران هیچ خری پیدا نشد، حالا تو سنده واسه ما آدم شدی، واسه ما میگه آزادی. تو اصلا معنی آزادی نمیدونی چی آخه. چون تلق طلوق دیوس چونی تو انو. خب باید بهت بگیم ما آزادی سیاسی میخوایم، معنیش نیست ما میخوایم لخشیم. تو مغز پهن کردت بکن آزادی سیاسی. شما کسکشا میتونین پتو تنتون بکنین، ما پتو نمیخوایم. تو ایران ما شما هم آزادین، نگران نباش. در ضمن بهتون واجبی مجانی هم میدیم که شما احتیاج دارین سرم واجبی بزنین، خارکسای پشمالو، چون اصلا این چیزا دیگه برای شما کار نمیکنه. فهمیدی چی شد؟